یه عزیز یه روز آمده میگه جناب مولوی به خدا من میخوام دیندار بشم. میگم نماز میخونم، یه هفته میخونم باز پنچر میشه. دیگه من سیدی مبتذل نگاه نمیکنم، 4 روز نگاه نمیکنم، روز پنجم نگاه میکنم. چیکار کنم؟ طرف میخواد دیندار بشه. به مسجد رفتیم؟ نه به خدا. پیش فلان بزرگ رفتیم؟ نه به خدا. تشکیل جماعت رفتیم؟ نه به خدا. خب پس چطور میخواد دیندار بشی؟ یکی بلند شده یه شعر من میگه فلانی من خواب دیدم یک پر غیبی آمد منو بالا برد، رو عرش چرخیدم و فلان کردم. تعبیر این خواب چی میشه؟ گفتم شبش قلور تروش خورده بودی. نماز صبح خوندی اون صبح؟ گفت نه جناب مولوی فلان. گفتم به خدا قلور تروش خورده. گفت به خدا شما از کجا خبر داری جناب مولوی؟ خیلی میگی واقعا خورده بودم ها. این بخار من یعنی چه تو نماز صبح نمیخونی پری آمد تو رو برد بالا، رو عرش چرخوند آورد رو زمین گذاشت. این کار با ابوبکر نشد، با عمر نشد، این کار با یزید بسطامی نشد، با تو شد. توی که نماز صبح نمیخونی؟ این مجاهده میخواد. خوب انشالله اینا نردبان هست. میخواد به بام برسی باید از نردبان بری بالا، بعد از این قربانی ها و مجاهدات تو این مسیر بریم. یه عزیزی یک زمان به من اومد گفت جناب مولوی فقیهی از این به بعد من با تو میام. یه قرم گرفت و باز هر جا تو بری هر چه تو بگی من کنارت هستم. الان که اگه با من باشی که پای کلرا نشستی و خدمت شما هر شود هر جام بری سفره جلوت پهنه، الان مجاهدی به اون صورت نیست. ولی اگر میخوای شروع کنی برو از اول خط شروع، از اون جایی که من 15 سال پیش 17 سال پیش شروع کردم از اونجا شروع کن. خب اونجا کجاست؟ گفتم اونجا برو 4 ماه. بعد دیدم پنچرش یه دوزرای، یه شورتکاتی، یک میان روی، یه چیز دیگه ای نیست. من این بوده زندگیم، برو از اونجا شروع. بعد انشالله یه روزی صدات میکنم که با هم دیگر بریم. بعد اون موقع من باید صدات کنم که فلانی منم با خودت ببر. نه این که باید حالا فکرامو بکنم انشالله. گفتم برو فکر کن حالا.